سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به سومین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدید. همونطور که از تاپیک مشخصه، امروز میخوایم راجع به انعطاف پذیری صحبت کنیم. آره، انعطاف پذیری خیلی موضوع مهمیه برای من، به خاطر اینکه با توجه به چیزایی که داریم هممون میبینیم، این انعطاف پذیری خیلی دیده میشه در بین ما ایرانی ها، به خصوص دخترها. ما همیشه به عنوان یک دختر ایرانی عادت داریم کوتاه بیایم. عادت داریم ما همیشه حواسمون باشه که وای مثلا عصبانیتی شکل نگیره. ما همیشه عادت داریم که حتی اگر مایل نیستیم کاری رو انجام بدیم ولی شروع کننده اون کار باشیم. مثال میزنم، وقتی 2 نفر آقا و خانوم شاغلن، ازدواج کردن، شاغلن، الان میرسن خونه، شما آیا دیدید که خانوم جوراباشو پرت کنه یه ور، شلوارشو قنچه‌ای در بیاره، یا دیگه خیلی دیگه آقا باشه یا خانوم باشه آویزون کنه از جا لباسی، بره جلو تلویزیون بشینه که منتظر خدمات برای امپراتور آورده بشه؟ یعنی چی؟ یعنی براش چای بیاره یکی، نشستی قند آوردی آب نبات دوست داره، آب نبات پاشو بیار، پامیشی میاری. همزمان خانوم نمیفهمه، اصلا خانوم نمیفهمه، اصلا خانوم مثال بزنم، خانوم نمیفهمه چایش سرد شد، چند تا چای خورد. چرا؟ همزمان که هنوز چایش تمام نشده باید بدو بره غذا رو آماده کنه، پیاز رو خورد کنه، سالاد درست کنه. چرا؟ مگه شما همزمان با هم نرسیدین خونه؟ خب همزمان که با هم رسیدید، از نظر جثه و قوای بدنی هم که اون خانوم همه میدونن ضعیف‌تره، چرا تو میشینی لنگاتو میندازی رو هم و منتظری که کسی بیاد بهت خدمات بده؟ امپراتور. میدونی از کجا میاد؟ نمیخوام کسی رو متهم کنم یا کسی رو گناهکار کنم یا مقصر مشخص کنم، نه، اینا همه ریشه داره در باورای ما، در طرحواره هایی که به ما به قولی ارث رسیده. چرا؟ وقتی که خونه پدر و مادرتی، وقتی سر سفره نشست، این رو بچه ها همه تجربه کردن یا برای درک و شعور اون خانواده، بستگی به درک و شعور اون خانواده کم و زیاد داره ولی هست. وقتی سر سفره دختر پسر بچه هاش مادر پدر نشستن، مادر خسته و کوفته با این شرایطی که گفتم، میاد غذا رو میذاره، اول برای بابا میکشه، بعد برای پسر بزرگ میکشه، بعد برای اون پسر دیگه میکشه، در نهایت اون روغن موغنیای ته قابلمه هم میده به دخترش. واقعا فاجعه است. چرا؟ کی گفته که تو الان باید اینجوری تقسیم کنی؟ این مثال غذا یه مثال خیلی ملموسی براتون زدم که توی شرایط دیگه، توی بخشای مختلف و مهمتر زندگی این بدتر میشه اتفاقا. بعد اون پسر با خودش میگه من خونه خودم هم همینه. یعنی اگه اون دختری که کنارش جور دیگه ای رفتار کنه که مامانش رفتار نکرده، هر چند رفتار دختره سنجیده تر و درست تر باشه، پسره اصلا طاقت نداره. مامانم اینطوری نبود، مامانت اشتباه کرده. آقا پسری که تو میدونی محدودیت هایی برای اون دختر وجود داره، تو چرا میای دست میذاری رو همون و سوء استفاده میکنی؟ مرد ایرانی یعنی چی؟ مرد ایرانی در نگاه کلی یک آدمی که میشه بهش اعتماد کرد، چشم و ابروی مشکی داره، در میان سالی کچل میشه و شکم گنده ای داره. این یه دیدگاهیه که اگه مثلا به هوش مصنوعی بگی مرد ایرانی رو بکش، از نظر من اینو بکشه. خب بعد اون شکم گنده برای مرد
میشه اباحت. کنترلگری مرد میشه غیرت. و همیشه برتر بودن، همیشه حرف اون مرد بودن میشه یک خیلی عادی، یک مسئله خیلی عادی. اگه این مدلی نباشه باید اعتراض کنه. غیرت میدونی یعنی چی؟ از نظر من غیرت این نیست که تو فالوورای پسر و دختر اون پارتنرت، زنت یا هر کسی که تو زندگیت هست رو چک کنی. تو سرتو برگردونی. اگر اون دختر بخواد این کارو بکنه میکنه. نه به زور تو، نه زور تو منجر به نکردن این کار میشه و نه آزاد گذاشتن تو منجر میشه که اون این کارو بکنه. خودش تصمیم میگیره و بسته به فرهنگ و تربیتش خودش انتخاب میکنه که مثلا به تو خیانت بکنه یا نکنه. میگه نه اصلا کی گفته مرد ایرانی اینجوری نیستن؟ اوکی، میشه به من بگید چند نفر از شما پسرهایی که دارید این ویدیو رو میبینید حاضرید قبل از اینکه ازدواج کنید با دختر و قبل از اینکه اون دختر از شما اینا رو بخواد بهش بگید که حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق مسکن، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور رو من بهت میدم عزیزم؟ میدین؟ چند تا ازدواج، چند تا رابطه سر کنار اومدن با این بحثا تموم شده. چرا؟ تو با خود میگی اینجا ایران است، شرایط اینه، میخوای بخوای نمیخوای نخواه. واقعا؟ جدی میفرمایین؟ خیلی مسخره است واقعا. یعنی یه اینطوری باید به دخترها بزنن، یه کشیده به پسرها که به خودشون بیان. غیرت چک کردن فالوور دختر، دوست دختر یا زنت نیست آقا پسر محترم و عزیز من. غیرت میدونی چیه؟ غیرت اینه که داخل پرانتز بگم تو شعور، ظرفیت، فرهنگ و سطح و لول اون دختر رو در نظر بگیر که اگه تو این رفتار رو میکنی به قول خودت دور بر نداره. دختری که به این سبک زندگی تو خونه خودش، خونه خانوادش عادت داره با این رفتار تو پررو نمیشه. تو میشی یک آدم نرمال از نظرش. اگر غیر این رفتار کنی میگه طرف، میدونی چی بهت میگم؟ اینم بسنج. و حالا میریم ادامه بحث. غیرت اینه که وقتی میبینی دختری یه سری محدودیت هایی داره، اگر به تنهایی خودش باشه، حتی اگر خارج از کشور باشه، دختر ایرانی یه سری مرز داره همیشه، حتی تو ذهنش. تو باید بگی حالا که در کنار منی، حالا که من کنارتم، میتونی خودت باشی، میتونی خودت انتخاب کنی. بذار بره، بذار پسری باشه، اگه خیانت کرد ولش کن. هر کسی که خیانت میکنه به خودش اول خیانت میکنه، نه به طرف مقابل. اون لول و چیپ بودن و لو لولی خودشو داره نشون میده. چرا فکر میکنی اگه افسارشو بگیری دستت محکم بگیری در نمیره؟ و بعد خیلی توی پسرای ایرانی که من معذرت میخوام اینو بیشتر تو پسرا من دیدم و مردهایی که دور و بر هممون هست، 90% همه خودشیفتن. حالا دوزش بالا پایین میشه با توجه به اینکه رفتار پدرش با مادرش چی بوده، این دوز بالا پایین میشه. اینکه بچه ها خیلی خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه و دردناک. یعنی ما خودمون داریم به خودمون میزنیم. دختر و پسری که متولد آخرای 70 و دهه 80، ماها حرف همو خوب میفهمیم. ماها اصلا یه داستان دیگه ای داریم نسبت به مامان باباهامون یا
به قبل پدر بزرگ مادر بزرگامون. چرا فکر میکنی که این کارا، این جور رفتار کردن و خشن بودن و عصبانیت، رو ندادن، محل ندادن باعث جذب یک دختر خوب، یک دختری که آدمه، یه دختری که خانواده خوبی داره، یه دختری که اصیله، یه دختری که پدر و مادرش از پدر و مادرش محبت دیده، از برادرش محبت دیده، کمبودی نداره، اون تو رو دوست داره، اون از سر کمبودش نیست که با توه. و به خصوص تو شرایط الان بچه ها، یعنی اصولا حالا یا اگه ازدواجی صورت بگیره یا مثلا اگه دوستی باشه، پسری شغل داره که تو، آقا پسر شمایی که این ادعا رو داری، شغلی داری، درآمدی داری، این دختر حتی نمیتونه خیلی کامل بیاد رد فلگای تو رو بررسی کنه. مثلا تویی که درآمدی نداری، اون دختر میتونه تصور کنه که حالا من با این دوست باشم، حالا من به این دل ببندم، بعد اگه این کار کنه، موقعیت اجتماعیش بره بالاتر، درآمد داشته باشه، رفتارش چجوری میشه؟ موتور و سواری و قارقار نشینیش با منه، بنز سواریش با یکی دیگه. قول بهت میدم. اون پسر با خودش فکر نمیکنه که دمش گرم، خانواده‌اش چقدر درسته، چقدر اصیله، چقدر پا به پای من میاد، پشت ترک موتور من میشینه، یه روزی من بنز سوارش میکنم. تو به تو ربطی نداره خونه باباش بی ام سوار شده، بنز سوار شده، الان میخواد کنار تو داشته باشه، ربطی نداره. که بعضی پسرها به بعضی دخترها مثلا میگن که خونه بابات فلان داشتی، خونه بابات فلان، الان میخواد. اینم به دخترها در کنارش بگم، نمیگم که بشینید پاتون رو بندازید رو پاتون، پسر بنز داشته باش، پسر دکتر باش، مهندس باش، نه، کاملا دو طرف هست. فقط اینو دارم میگم، هدف من بچه‌ها، درد دل من اینه که اگه شرایط چیزیه که داره بهمون فشار میاره، ما وقتی دختر به پسر، پسر به دختر، فرق نداره، ما خودمون همدیگه رو نفهمیم، از هم سوء استفاده کنیم، از محبت یه دختر سوء استفاده کنی، از پول یه پسر سوء استفاده کنی، گل به خودی زدی، گل به خودی زدی عزیز من. و پلن و برنامه ها تو که رو میز میچینی و فکر میکنی که خیلی ایکیوسانی، اون دختر یا پسر بعد یه مدتی صبر کردن میاد میزنه زیر میزت و بای بای. برای همینه که الان بچه هیچ کس ازدواج نمیکنه، دقت کردی؟ هیچ کس اصلا. چرا؟ چون نمیخواد مسئولیتی قبول کنه، چون خیلی سنگینه. دختر به خودش میگه پسر که این مدلی داره با من رفتار میکنه، حق و حقوقی هم که حالا حق و حقوق منه، حالا به شرایطی دست اینه بعد به زور ازش بگیرم، ول کن بابا، چرا ازدواج کنم؟ 2 تا هم تیغو میزنه میره. پسرها الان قشنگ گرخیدن توی این شرایط زندگی الانمون از دخترها، اینا هممون میدونیم. بابا ول کن، برم با کی ازدواج کنم؟ چون خودمون داریم به خودمون میزنیم. من این ویدیو رو همینجا تموم میکنم، چون اصولا سعی میکنم که زیر 1 ربع باشه ویدیوها، ولی واقعا با تمام وجودم دارم بهتون میگم، اگر دختر اصیلی توی زندگیتون میبینید، اگر پسر خوبی توی زندگیتون میبینید که به فکر پیشرفت شماست، به فکر آرامش شماست، به فکر زندگی شماست، نه تنها سوء استفاده نکنید، نه تنها پلن و سیاست های موزیگری که مامانتون برای باباتون، باباتون برای مامانتون چیده رو پیاده نکنید. ببینید، یاد بگیرید اون دختر یا پسر چه مدلیه و چطوری باید حتی با سیاست باش رفتار کنید. سیاستی که روی این دختره جواب بده یا سیاستی که روی این پسره جواب بده، نه سیاستی که مامانت رو بابات انجام داده تو حالا میای روی این دختر پیاده میکنی.
هر کسی شبیه مامان خودش میشه. این دختر شبیه مامان تو نمیشه. بعد با خودت میگی دخترها پررو شدن، زبون دراز شدن. نه، دخترها تازه به خودشون اومدن. دخترها دارن حقشون رو به زور میگیرن. تو کمک حالش باش، نه نمک روی زخمش. مرسی که ویدیوی منو تا اینجا دیدید. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب هم کنید، چون میدونید که چقدر به من کمک میکنید و نظرتون رو حتما برام کامنت کنید و یادتون نره که کامنت انگلیسی چقدر میتونه به من کمک کنه. ممنونم که تا اینجا نگاه کردید و مثل همیشه شب و روزتون بخیر هر جای دنیا که هستید.